آیا واقعا تو مدرسه بهمون یاد دادن چطور ثروتمند بشیم؟ یا فقط بهمون گفتن درس بخون، نمره خوب بگیر، یه کار پیدا کن و تا آخر عمرت با یه حقوق ثابت زندگی کن؟ این همون چیزی بود که به رابرت کیوساکی هم گفتن، اما اون مسیر دیگه رو انتخاب کرد، مسیری که هیچ کس بهمون یاد نمیده. رابرت کیوساکی دو پدر داشت. یک پدر فقیر که معتقد بود باید همیشه امنیت شغلی داشته باشی و یکی پدر ثروتمند که میگفت اگه برای پول کار کنی تا آخر عمرت برده پول میمونی. و همین جمله مسیر زندگی رابرت رو عوض کرد. بزرگترین دروغی که بهمون گفتن اینه که با کارمندی میتونی ثروتمند بشی. رابرت میگه یه لحظه که اول حقوقت رو میگیری وارد یه بازی میشی که دیگه کنترلش دست تو نیست، چون تو برای پول کار میکنی، نه اینکه پول رو وادار کنی برای تو کار کنه. تو ذهن هر آدمی سه شخصیت هستش: یک، فقیر که از همه چی میترسه. دو، یه طبقه متوسط که دنبال امنیت میگرده. سه، و یه ثروتمند که دنبال آزادیه. فقط یکیشون رو میتونی تو آیندت بسازی. تو نمیتونی ثروتمند بشی اگه هنوز دنبال یه حقوق ثابت ماهیانه ای. رابرت سالها پولی نگرفت، حتی از پدر ثروتمندش، چون میگفت اگه حقوق بخوام یعنی ذهنیتم کارمندی باقی میمونه. آخرین چیزی که رابرت گرفت یه پاداش بود از شرکت زیراکس، $30,000. اما وقتی اون چک رو گرفت تصمیم گرفت دیگه هیچ وقت کارمند نباشه. یکی بهش گفت تو برمیگردی چون شکست میخوری. رابرت گفت تو برگشتی چون ترسیدی من شکست میخورم اما دیگه هیچ وقت بر نمیگردم. اگه بترسی از شکست میخوری، اما اگه بدونی شکست یعنی یادگیری، یعنی فرصت رشد، تو همون لحظه یه کارآفرین میشی. واقعیت اینه که ثروت اول از ذهن شروع میشه. قبل از اینکه پول بیاد تو جیبت باید ساخته بشه تو ذهنت. کارآفرین دنبال حقوق نیست، دنبال آزادیه، کنترل، خلق کردنه. کارمند پول در میاره تا مالیات بده، اما کارآفرین پول در میاره بعد سرمایه گذاری میکنه و مالیات هم نمیده. اونایی که تو مدرسه شاگرد اول بودن الان پزشکین، وکیلن، ولی 75% درآمدشون رو میدن به مالیات. در حالی که ثروتمند واقعی کسی که یاد گرفته از بدهی، مالیات و فرصت‌ها درست استفاده کنه. یه حقیقت تلخ اقتصاد مدرن: دولت‌ها پول چاپ میکنن، ارزش پول میاد پایین، تورم میره بالا و تو هنوز فکر میکنی باید پولتو ذخیره کنی؟ نه، ذخیره پول مساویه با باخته، اما چاپ پول مساوی با سود برای بدهکارا، ضرر برای حقوق بگیرا. اینه واقعیت اقتصاد مدرن. نتیجه گیری میگیریم از این که دنیا تغییر کرده، اقتصاد تغییر کرده، دیگه وقتش رسیده که تو هم تغییر کنی. اگه هنوز دنبال امنیت شغلی هستی یادت باشه امنیت واقعی فقط تو ذهنتی که از شکست نمیترسه. و اگه میخوای تو این دنیا برنده بشی باید از ذهن فقیر خداحافظی کنی و ذهن ثروتمندت رو فعال کنی. این فقط یه شروعه. کانال آریو مایند ساخته شده برای ذهن‌هایی که میخوان بیدار شن. اگه دنبال رشد شخصی، ذهن ثروتمند و زندگی با آزادی واقعی، حتما سابسکرایب کن، چون قراره با هم ذهن‌هامون رو دوباره بسازیم. و پایان.